من راضی نیستم برای اینکه دولت ما فقط مالی به صفت واردات می شود. مثلا من اگر از خارج به تاجیکستان محصولات وارد کنم همون чиновникایی که خودشون میشنن کو واه طلب نمیکنن صفتی مالا واه پول طلب میکنن گوستاندартизация هست کو اما من 100% باوری دارم که کار نمیکنن. من شخصا وقت هنگام خریداری کردن مال‌های لباسا باشد از فیرمای طرف خیتای خریداری نمیکنم. برای چی؟ برای آنکه یک چند مرتبه خریداری کردم دیدم صفتش پست‌تر است. باید از بالای تاجران و فکر من نظارت جدی برده شود که یعنی که در یک از روی صفت محصولات نگاه کردن نرخ گذاری شود. Продукция, которая продается на базаре, считается качественной. Там фрукты, все это нормально. А насчет вещей, я считаю, нет. میخوای گوشت لام خورد. دیگه قطاری همون گوشت لام میبینی که یه نیم کیلو دیگه یک استخوانی یا ساغلی که سگ نمیخوردگی کشو نبارش. میگه اگه را بگی پول همه را حساب جدا نمیگه این قطاری همه. Недовольна. Желательно все либо таджикское, либо хотя бы российское. Но не Китай и не Иран. Ну потому что они невкусные. Невкусные, там одна химия, видно кормовые вот эти картошки огромные, морковки вот эти килограммовые. خیلی بزرگ همه چیز است. بالانس صفت شناسه، پس صفت شناسه. نظر بپشینه این محصولات خوبه، خیلی خوبه. صفت هم خوبه. ای پیش میدی چیزی میفته و میفروشه. خودی خوبه. ترازو هم خوب شده است. مثلا پرازول اگریم موزه خریدیم یک مونه بوده. موزه 90 سومون. هم خودمون 200 سومون میگیریم، معاشمون 200 سومون میگیریم. یک پرازول برای آدم کلانسول. مردمی تاجیکستان به همون مال‌هایی که با صفت هستن نرخشون گران است. پول نداره مردم برای همین مجبور میشه که همون محصولات‌های کم صفت رو استفاده برد خرد. Нормально. На рынках я имею в виду. Но в магазинах ничего нет. Китайское это разговора нет, что вот только вытирать ноги. То, что они сюда привозят, это не товар. اون مال‌هایی که از بازارهای شهری شمی خریداری کرده میشوند تماما به طلبات جواب نمیدهند. صفت نهایت پس دارند. مدتی دوری دراز آن را استفاده کرده نمیشوند و بنابراین آن حتی خریدن نمیخواهید که از آن محصولات خریداری کنید. من مثال 3 ماه پیش یک تلویزیون خریدم. بعد از به خانه آوردم و تماما کار نمیکرد. باز برده برگردونده دادم. این از سلطان کبیر بود. قسمان ده برادر قسمان برای چی قسمان؟ برای چی مثلا همین محصولاتی که برای کودک میگیری یگان پول یگان پایافزال یا که یگان چی میگیری همگی یک هفته یا 2 هفته میپوشش همون اساسی چی نداره صفتی ساز ندارن.